در ژانویه 2009 شخص یا گروهی از توسعه دهنده ها با نام مستعاری ساتوشی ناکاموتو اولین ارز دیجیتال جهان رو راه اندازی کردن و اسمش رو بیت کوین گذاشتن. بیت کوین با علامت اختصاری BTC هم شناخته میشه و اون رو میتونیم به عنوان اولین و بزرگترین پول دیجیتال غیر متمرکز جهان در نظر بگیریم. غیر متمرکز به این معنی که هیچ دولت، بانک مرکزی، شرکت یا مؤسسه دیگه‌ای کنترل و مالکیت اون رو در دست نداره. شما میتونید از طریق بیت کوین در هر ساعت از شبانه روز و به هر میزانی که میخواید به هر نقطه از جهان با کارمزدی کمتر از بانک ها پول ارسال کنید و هیچ وقت ترسی از بسته شدن حسابتون نداشته باشید. به طور کلی بیت کوین پتانسیل ایجاد انقلاب در نحوه انجام معاملات مالی رو داره. عرضه این ارز دیجیتال محدوده و تنها 21 میلیون بیت کوین وجود داره و هرگز بیشتر از این مقدار تولید نمیشه. ارز دیجیتال بیت کوین رو میتونیم به عنوان ابزاری برای خرید کالا، خدمات از طریق اینترنت یا حتی در فروشگاه‌های فیزیکی استفاده کنیم. در حال حاضر برخی شرکت‌ها و فروشگاه‌ها این دارایی دیجیتالی رو به عنوان روشی برای پرداخت قبول دارن. علاوه بر این، بیت کوین میتونه وسیله‌ای برای سرمایه‌گذاری هم باشه. قیمت بیت کوین با وجود نوسانات بسیار در طول زمان به طور کلی و پیوسته افزایش پیدا کرده. پس میتونیم خرید و نگهداری بیت کوین رو سرمایه‌گذاری و سودآوری بدونیم. اما همچنان به این دقت داشته باشید که ارز دیجیتال بیت کوین جزو دارایی‌های بسیار پرخطر دسته‌بندی میشه. مزایا و معایب بیت کوین: ارز دیجیتال بیت کوین غیر متمرکزه و توسط بانک‌ها و نهادهای دولتی کنترل نمیشه. یعنی کنترل کامل پول در اختیار صاحب این دارایی. امن هستش و از الگوریتم رمزنگاری پیچیده‌ای برای امنیت دارایی شما استفاده میشه. سریع هستش و تراکنش‌های اون در زمان بسیار کوتاه‌تری نسبت به دارایی‌های سنتی انجام میشه. جهانی هستش و میتونین از اون برای ارسال پول به هر نقطه از جهان استفاده کنین. در مورد معایب استفاده از ارز دیجیتال بیت کوین هم میتونیم به نوسانات قیمتی، پذیرش محدود اون در جامعه و پیچیدگی استفاده و در نهایت درک نحوه کار برای تازه واردها به دنیای کریپتوکارنسی اشاره کنیم. البته اصلا نگران نباشید، چون ما در آکادمی بیت پین در تمام مراحل ورود به این دنیای هیجان انگیز همراه شما هستیم و به شما کمک میکنیم تا دانش خودتون رو توی این زمینه افزایش بدین و بتونید معاملات سرمایه‌گذاری های بهتری داشته باشین. آینده بیت کوین: آینده ارز دیجیتال بیت کوین رو نمیتونیم به قطعیت پیش بینی کنیم. یعنی در واقع در مورد آینده هیچ ارز دیجیتالی نمیتونیم به قطعیت نظر بدیم. برخی از کارشناس‌ها معتقدند که بیت کوین در نهایت به ارز اصلی جهان تبدیل میشه. اما برخی دیگه معتقدند این دارایی پدیده زودگذر هستش و تنها زمان مشخص میکنه که آینده بیت کوین چطور خواهد بود.